برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز، شوکت محمد با شما هستم. در برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه امروز ما درباره تعیین مدیر معارف ولایت ناحیه ها صحبت میکنیم. اکنون طبق قانون نوی که پارلمان دیروز قبول کرد، مدیر معارف را نه رئیس ولایت یا ناحیه بلکه وزیر معارف تعیین میکند. آیا این اقدام صلاح کار است؟ به جای مار وظیفه را اژدها میدهد. حالا اکنون باید مردم به پر کردن کیسه وزیر معارف آمادگی باید ببینند، یا اینکه واقعا این تصمیم درست است و پیش راه فساد در ساحه معارف را میگیرد و این ساحه پیشرفت میکند. اطراف این مسئله اندیشه رانی میکنیم. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان دیروز 1 اکتبر تغییراتی از جانب حکومت پیشنهاد شده را به قانونها درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی و درباره معارف دستگیری کرد. اصلا کم واقع می شود که پارلمان یگان طرح پیشنهاد کرده حکومت را برگرداند. باری هم چنین شده؟ من نشنیدم. موافق این تغییرات من بعد مدیران معارف ولایت و شهر و ناحیه های کشور را نه رئیسان حکومت محلی بلکه وزیر معارف تعیین میکند. معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد داوود سلامیان که این طرح را در پارلمان معرفی میکرد، اظهار داشت که در صورت دستگیری یافتن طرح از جانب وکیلان ضمن تعیین مدیران ریاست و شعبه های معارف وزارت نامزدها را با رئیسان حکومت های محلی موافقه می سازد. این نایب وزیر گفت از سال 2014 تعیین مدیران شعبه های معارف به دوش رئیسان حکومت های محلی واگذار گردیده بود، اما تجربه موفق نشده است. صلاحیان قید کرد که در 26 شهر و ناحیه ها، یعنی در 28.2% به وظیفه مدیران شعبه معارف شخصان تعیین شدند که از نظام معارف خیلی دور بودند. تغییرات به قانونها درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی و درباره معارف به بهبود وضع و تقویت مبارزه با کروپسیه در ساحه معارف روانه شده‌اند. اهمیت دادید؟ در مبارزه با کروپسیه این قانون روانه شده است. در همین حال سلامیان شرح نداد که از رئیس ناحیه گرفته به وزیر معارف دادن صلاحیت تعیین مدیر شعبه معارف به فساد در ساحه معارف چی بستگی دارد و چگونه این کار مبارزه با فساد در ساحه معارف را تقویت می‌دهد. در حالی که تعیین یک منصبدار که یکی از عامل‌های فساد در همه ساختارهای دولتی است، از صلاحیت حکومت محلی کم کرده به وزیر معارف اضافه می شود. به این نظر وکیل سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات هم راضی است. سید جعفر عثمانزاده به خبرگزاری از پیروز گفته است که این تغییرات، یعنی از جانب وزارت تعیین شدن مدیران ریاست و شعبه های معارف، برعکس میتواند به افزایش کروپسیه در این ساحه باعث گردد. از این نظر سید جعفر عثمانزاده دانسته می شود که 1-2 نفر در پارلمان ضد این قانون هم بوده اند. عثمانزاده همچنین تاکید کرده است که محدود کردن وکالت رئیسان حکومت های محلی به آن آورده می رساند که آنها به یک مأمور، یعنی ادمنستراتوری عادی تبدیل می یابند. رهبران محلی نامزدها به این یا آن منصب را خوبتر می دانند. نظر عثمانزاده این است که برای مدیر شعبه معارف شهر یا ناحیه داشتن معلومات آموزگاری شرط نیست. او باید صفت و ملکه های دیگر از جمله قابلیت تشکیلات چی داشته باشد. اما
تماشابینان گرامی، به این فکری عثمان زاده هم نمی شود راضی شد. چرا؟ تعیین شدن هر منصبدار از طرف منصبدار دیگر اولین عامل و قوی ترین دلیل به وجودایی فساد است. با در نظر داشتی وضع فساد در ساحه معارف که قریب همیشه فساد زده ترین نهاد اعتراف می شود، هرچند این هم جای بحث است، می توان گفت که تعیین مدیر چی از جانب رئیس حکومت محلی و چی از جانب وزیر معارف فساد را در این ساحه تنها افزایش می دهد. از طرف دیگر این پیشنهاد حکومت به پارلمان که با گمان غالب از جانب خود وزارت معارف به حکومت رسیده است، می تواند این تلاش این وزارت برای به دست گرفتن یک راه درآمد علاوه‌ای که تا این زمان در دست رئیسان ناحیه‌ها قرار داشت باشد. مسلم است که وظیفه مدیر معارف ناحیه مثل هر وظیفه دیگر در تاجیکستان خرید و فروش می شود. مدیر معارف نه تنها وظیفه اش را می خرد، بلکه هر زمان به بالا دالیه پرداخت می کند. تا سال 2014 هم در مکتب ها با 10 بهانه از خوانندگان والدان آنها پول می ستانیدند و بعد سال 2014 هم همین خیر. مگر همین طور نه؟ تا سال 2014 عالم گلستان بود؟ نه؟ یعنی از زمانی که تعیین مدیران معارف به دست رئیسان ناحیه گذشت پول می ستانند. یعنی چیزی تغییر نکرده است. باور کردن به این که این پول ها واقعاً برای بورو، پرده، لطه، تخت تازه کنی و هیزم مکتب مصرف می شود سادگی است. باور کنید، سادگی است. برای مثال پولی که برای بور جمع می شود 10 برابر بیشتر از قیمت بورهایی است که مصرف می شود. از طرف دیگر برای این بور، لطه و پرده و دیگر لوازمات از بودجه دولت پول جدا می شود. یعنی باز هم از کیسه والدان، از حساب مردم به یک بور و لطه سبیل مانده مردم چند کرده پول می دهد. اما پول تنها برای لوازماتی که ذکر شد جمع نمی شود. تماشابینان گرامی، 10 بهانه دیگر برای پول جمع کنی از قبیل ریویزیه، جشنها، پرچم، برشورها، کینا، لختک و غیره موجود است که ذکرشون هم شرط نیست، چون همه جامعه تاجیکستان از آن آگاهند. خانه نیست که از آن نفر به مکتب نرود و وقتی به مکتب رفت حتما پول میپرسند. باور کردن به این هم که این پول ها از رهبر مکتب بالاتر نمی رود یا در سطح مدیر معارف تمام می شود سادگی است. اوی مردم، اوی هموطنان که وقت فرزندتان از مکتب می آید و می گوید فردا به مکتب برای بور، لطه، کاغذ، تعمیر، تشکیلی و غیره و هر چیز دیگر پول بردن در کار، فکر نکنید که این تشبس فقط همین مکتبی است که در آن فرزندتان می خواند. همین 2 سامان یا 3 سامان شما تا به بالا میلیون ها شده جمع شده می رود. فکر میکنید این گپ را از آسمان میگویم؟ ببینید تماشابینان گرامی، اگر چنین نباشد اکثر کلی رهبران مکتب یا مدیران معارف برای تمجویی از کار رانده می شدند. ولی از کار رانده نمی شوند، کار را دوام می دهند، پول جمع کنی را دوام می دهند. برای چی؟ برای آنکه این پول ها به بالا هم می روند. تا حال هیچ رهبر مکتب یا مدیر معارف برای پول ستانی از خوانندگان به جوابگری کشیده نشده است. های و هو میگون میمانند اگر شکایت شد.
والدان خاموش، پدر و مادران خاموش. خاموشی والدان فساد در این ساحه را به حد رسانده است که وزارت یا حکومت‌های محلی مردم را برای اجاره 10 سال قبلی کتاب نیز قرضدار کرده از آنها پول میستانند. برای مثال چند سال قبل مقامات اداره معارف ناحیه رشت در یک تصمیم غیر عادی از خوانندگان مکتب‌های میانه منطقه خواسته بودند که در عوض پول اجاره کتاب چهارمغز و خوچ و کاغذ پاره و آهن پاره بیارند. مقامات گفتند که مکتب‌های رشت از سال 2000 تا 2009 از پول اجاره کتاب 482,000 سامانی تقریباً $50,000 قرضدار شدند و باید به هر شکل این مبلغ را پرداخت کنند. به همین مانند متهمسازی خوانندگان با هر بهانه و پولستانی از آنها در اکثر ناحیه‌های کشور جای دارد. برای مثال سال گذشته با سپارش شعبه معارف خوانندگان دره رامت ناحیه وحدت وظیفه دار شده بودند چکری، تاران و زنبروغ جمع‌آوری نموده فروشند و مبلغ معین به مکتب سپارند. سببش را رئیس شعبه معارف قرض مکتب‌ها از کتاب و دیگر لوازمات گفته بود. رو کوه و دره، چکری رواج جمع کن، زنبروغ جمع کن بیار در بازار فروش و این پول را به ما بیار. طلب‌های مکتب وظیفه دار شده ایستادند. اگر وزارت معارف یا حکومت میخواست فساد در این ساحه را کمتر کند، به نظر ما اولین کاری که نتیجه میداد این بود که وظیفه های رهبر مکتب و مدیر معارف را انتخابی میکرد. یعنی رهبر مکتب از جانب معلمان و مدیر معارف از جانب رهبران مکتب یا شورای معلمان انتخاب میشد. در این صورت کمتر رهبر مکتب که میداند معلمان برایش آواز نخواهد داد جرأت میکرد معلم را مجبور به پول جمع کنی از خوانندگان نماید. مدیر معارف هم همچنین. وقتی یک معلم میداند که اگر یک قدمی بیجا گذاشت دیگه در این وظیفهش نمیماند و مردم او را از این وظیفه بیرونش بکنند، هیچ وقت به خود حق نمیدهد که به مردم جبر کند، به مردم ظلم کند، به کیسه مردم چشم الا کند. اکنون چی؟ این وکیلان پارلمان را بینید. معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بررسی این طرح قانون چی پیشنهادی به وزارت و حکومت کردند یا نه. البته در گمان است. اینا چی کار میکردن؟ چون خودی وکیلان پارلمان انتخابی نیستند. آنها را همان تعیین میکند که وزیر معارف و رئیسان ناحیه ها را تعیین کرده است. و این وکیلان میدانند که در صورتی مقابلیت نشان دادن به پیشنهاد تعیین کننده دیگر انتخاب نمیشوند. خیلی همچنین میدانند که انتخابی شدن منصب در کشور میتواند این روند را راه اندازد و منصب‌های دیگر از جمله وکیلان پارلمانی انتخابی شوند. یعنی در انتخابات دیگر تقلب نشود. اکنون سوال من به شما تماشابینان گرامی این است که اگر حالا انتخابات پارلمان می بود شما به یگان نفر از وکیلان امروزه پارلمان آواز می دادید؟ همین وکیلانی که این قانون را امضا کرده اند. در همین امضای کرده وکیلان به این قانون یگان منفعت مردمی را میبینید؟
یگان منفعت جامعه رو میبینید. تماشابینان عزیز، ما نظر خود را گفتیم. لطفاً بی‌طرف نباشید. نظر خود را در این باره در پایان این نوار در شبکه یوتیوبی پیام بنویسید. آنهایی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره تپلیوس تماشا میکنید، لطفاً نظرهای خود را توسط پیام فرستک‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. با امید دیدار در هفته دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net